خودی ابوذر میگن گوسفند کشید. برای همین مرده ها رو فراموش نکنید در دعاهاتون، مرده ها رو فراموش نکنید در طعاماتون، هیچ گم نداره. این بسیاری تن صحابه جسور در مکه وقتی ایمان میبیاره، اولین صحابه‌ای که ایمانش آشکار میکنه، ایمان پنهانی بود مکه در پیش کعبه همه زندگی کنه، خوشا به حال انسانی که رسول دوست داره. 3,500 معجزه‌اش آشکار بود جناب پیغمبره. یکی از معجزاتش همینه که محتاب دو بولا کردن، یگان پیامبری کارا نکردن. روز جمعه بگی شنبه میشود. این پیامبر در این شب 7 آسمان و جنت و دوزخ پیش خدا صحنه ها را و چی میگم؟ محمد از نوری و رسولی خوش آمده. پروردگار این شب برای ما و شما مبارک گردانه. همه ما و شما را خدا برای راست هدایت کنه. از آفت بلا کلفت خدا ما و شما را نگهبان شود. صاحبای خیر پروردگار از بلاها محفوظ داره، ناموس و غیرتشان بلند کنه. در این دادگیشان پروردگار از همون قصر و از همون کوشک و از همون جنت ابدی خدا نصیبشان کنه. پروردگار دشمناشان و حاسدا و قاصداشان از سر رهشان برطرف کنه. عاقبت کارشان به خیر و ایماناش بدست مکروهی تحریمی بدست. یعنی که هر کسی که در درون نماز این ایادش نبروره تلفنش ویبریت سمونه غرس کنه، نمازش مکروه تحریمی است. باید همون کوشش کنه که همون را هم خلم نمونه که خاموش نتیه. دویم یک مراتبه کشتن اجازه دادیم. فتوای امروزه عالم اسلام مصر که اگر در بدنتون تلفن زنگ یک بار کشتن حق داره، دویم بارش نمازتون فاسد میشه. من میتونه که دستانم تا دراز کنی بروره کششه، یا میتونه که همون تا جقشه مرا میکنم کنه، حق داره. همینه یک مراتبه ده. دویم بار نماز فاسد میشه. سیمش تلفن رو احتیاط کن برادر، در وقت نماز دیگرتون غم نتی، آزار نتی، حرمت کردن در کار. وقت صحبتون میره و انسان با تلفن صحبت میکنه، قسم به خدا چندین تا شده میجا ما آواز اویلا و زناشون رو فهمیدیم که گپ زدیسیان و هم خنیش میترسیم اویلاتون. شما جوان مردی اخی چی نشون میده جاتون که ما در فلان رشتگیان خیلی کشه پرتوی نترسه. این همینجا ما صحبت داریم و از اونجا اویلاش گپ زد آواز نه کمد است. خیلی کم تا مردک باشه شما برادرها، خیلی نکنین بسیاری بعد اچاد نتین اویلاتون دا. این در یگان جا آمدگی نظر فقی ما